سلام، پرهام ملک محمدی هستم، مدیر مجموعه قلک بانک که در زمینه آموزش سواد مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت داریم. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم که آیا با داشتن حداقلی‌ترین حقوق در ایران، یعنی حقوق وزارت کار و پس‌انداز منظم طی چند سال ما میتونیم یک خونه بخریم یا نه. بریم که با هم ببینیم. برای این کار من از سال 1397 حقوق وزارت کار رو در نظر گرفتم. فرض کردم که ما ماهانه طبق اصول مالی ماهی 20% پس‌انداز کنیم. یعنی اول هر ماه حقوق گرفتیم 20% رو بذاریم کنار، با 80% مابقیش ما زندگی کنیم. و برای سرمایه گذاری هم فرض کردم که ما از سال 1397 شروع میکنیم که هر ماه ماهانه با اون 20% پس‌اندازمون صندوق طلا میخریم. بریم ببینیم که بعد از حدود 7 سال، یعنی الان که سال 1404 با پولی که پس‌انداز سرمایه گذاری شده میشه خونه خرید یا نه. بریم که با هم ببینیم. برای این کار من وارد سایت سازمان بورس میشم و میرم توی صندوق‌های طلا، صندوق طلای لوتوس. از اینجا اطلاعات قیمتی این صندوق رو دانلود میکنم. وارد این فایل که بشیم تمام اطلاعات قیمتیش هست. اینجا بزنیم بر حسب تاریخ، این تاریخشه 2025، قیمت شروع، قیمت انتهای روز، قیمت پایانی، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و همه اینا داخل این هست. از سال 2017 هست، ولی ما سال 2018 شو در نظر میگیریم که 1397 میشه 2018. حالا من اینو مرتبش کردم، این خیلی نامرتبه. این جدول تاریخ همه اطلاعاتش، ما با قیمت پایانی کار داریم، ما اینو در نظر میگیریم. خب حالا باید ببینیم که حقوق وزارت کار طی این سالها چطور بوده. ما سرچ میکنیم جدول حقوق وزارت کار از سال 97 تا 404 توی این سایت من پیدا کردم. اینجا جدولش گذاشته، حداقل دستمزد، حق مسکن، حق خانوار. ما فرض کنیم شخص مجرده، حق اولاد نداره و فقط حداقل مزد و حق مسکن، حق خانوار داره. پای سنوات هم در نظر نمیگیره. حالا من میام این جدول رو، باز این جدول رو قبلا آوردم اینجا کپی پیست کردم اومده اینجا، تمام اون ردیف ها هستش. این دوتا ردیف خودم اضافه کردم. این دوتا ردیف چیه؟ مثلا اینجا اومدم گفتم که حداقل دستمزد بله و حق مسکن بله و حق خانوار میشه مقدار حقوق دریافتی شخص مجرد طی این سال که برای سال 1404 تقریبا در اومده 13,400,000 تومان. بعد گفتم که فرض ما که ماهانه می‌خوایم 20% پس‌انداز کنیم دیگه، اینا زدم 20%. فرمولش هم زدم دیگه 2/10 ضرب در این ردیف. محاسبه کردم اومدم تا پایین که الان برای امسال میشه 2,700,000. سالهاشو دوباره جلوش نوشتن که یادم نره، اینم سال میلادیش. حالا برای اینکه محاسبات انجام بدیم ببینیم اگه ما از سال 1397 با این رقم‌ها ماهانه پس‌انداز می‌کنیم به چه صورت میشه. از هوش مصنوعی استفاده میکنم، براش یه دستور یا پرامپت نوشتم. گفتم که فرض کن من یه سرمایه گذارم، هر ماه با روش DCA میام صندوق طلا میخرم با پس‌انداز. DCA منظورمون چیه؟ منظورم اینه که آقا فارغ از اینکه قیمت طلا چقدر هست، من هر ماه اون مقدار پس‌اندازی دارم میرم طلا میخرم. چشمو میبندم رو قیمت، فقط میرم میخرم. در بلند مدت چون طلا سودیه خب سود میکنه. صندوق طلا میخرم. گفتم صندوق طلا هم که میخرم فایل اطلاعاتشو تو اکسل برات فرستادم. تا سال 2018 250,000 تومان، 2019 360,000 تومان. اینجا به ریال نوشتیم، این میلیوناشو دیگه میتونیم پاک کنیم. بعد تا سال 2025 که 2,700,000 تومان، یعنی 27 میلیون. گفتم از قیمت‌های پایانی استفاده کن، قیمت امروز رو هم برای اینکه محاسبه کنی که چقدر من دارایی دارم 81,000 تومان در نظر بگیر که الان برین تو صندوق طلا همین قیمت دیگه، تازه کم بیشتر هم هست. من گفتم که حالا به من بگو که من توی این مدت چقدر پول پرداخت کردم، یعنی پس‌انداز باش طلا خریدم، چند واحد صندوق طلا خریداری شده، ارزشش الان چقدره و کلا
دارایی من چند برابر شد. برای این کار از هوش مصنوعی استفاده میکنم. میام کل این اطلاعات پرامپت رو وارد هوش مصنوعی جمینای میکنم، فایل اکسل رو هم اضافه میکنم قیمت ها و میزنم که محاسبه رو انجام. خب آپلود شد، محاسبه کنه. خب محاسبات انجام شد. میبینید که برای ما نمودارم حتی کشیده. ببینید داره میگه که این خط قرمز میزان پولیه که به ریال پس انداز کردیم و باهاش صندوق طلا خریدیم. این هم ارزش صندوق طلایی که خریدیه به مرور زمان. ببین چند سال اول شاید خودش نشون نده، ولی یهویی این اثر مرکبی که بهش میخوره چند برابر میشه پول. مثلا سال 2023 به بعد، یعنی 1 2 3 4 از 5 سال پنجم به بعد تازه این خیلی عددا شروع کرده به رشد کردن. میایم اینجا حالا محاسبات، این تقریبا پول ما 7 برابر شد. محاسبات رو ببینید، اینا به ریال هستش. تقریبا میگه که شما 105 میلیون تومان پول باهاش صندوق طلا خریدید. پس اندازی که که این سالها باهاش خریداری شده 105 میلیون. این تعداد واحدم 8619 واحدم صندوق طلا خریدی. ارزشش امروز تقریبا 700 میلیون، حالا 698 میلیون. پولت 6.5 برابر شده، 6.7 برابر شده. خیلی خوبه دیگه. پول ما تو این 7 سال تقریبا 6.7 برابر شده. پس الان ما 700 میلیون داریم. این هم میزان محاسبه رو گفته دیگه، که همون مواردی که گفتیم و همه رو رعایت کرده و طبق اون محاسبات رو برای ما انجام داد. حالا ما ببینیم الان 700 میلیون پول داریم، 7 سال پس انداز کردیم، طلا خریدیم، 700 میلیون پول داریم. چی میتونیم باش بخریم؟ میتونیم یه خونه مسکن مهر بخریم توی پرند. بریم با هم ببینیم. میریم توی دیوار، اینجا قیمت رو میذارم 800 میلیون. حالا میگم چرا 800 میلیون میذارم. تا 800 میلیون مترش حالا میذارم تا 60 متر. ببینید چند تا خونه برای ما آورد. 750، 800 میلیون، 785 میلیون. حالا یکیشو مثلا ببینید 403 هستش. توضیحاتش هم گذاشته. مسکن مهر هم هستش، سال 403 هم هستش. یه مقدار وام داره، 1 میلیون هم قسط داره. خب میتونیم باز با 800 میلیون این خونه رو بگیریم. یا اینی که 790 میلیون. اینا بعضیشون قسط هم دارن، اینو باید در نظر بگیریم. قسطشون خیلی نیست ولی دارن، بعضیشون هم ندارن. بس به سال ساخت و این مواردش داره. این چند 760 میلیون. درسته؟ این خونه ها شما تقریبا بین 80 تا 100 میلیون میتونی رهن بدی. یعنی اگه 700 میلیون پول داشته باشی بدی رهن کامل نری بشینی، 800 میلیون میتونی یه خونه رو راحت بخری. حالا ما فرضمون این بود که شما حداقل حقوق هستی، وزارت کار هستی، هیچ درآمد دیگه نداری، ولی اگه یکم درآمدت رو بتونی افزایش بدی و بتونی یه وام هم روش بگیری، وام حتی 100 میلیون 200 میلیون میتونی راحت یه خونه 1 میلیاردی توی پرند بخری. یا وام مسکن استفاده کنی، اگه بتونی قسطشو بدی. وام مسکن از 300 میلیون هست برای مجردها تا 1 میلیارد، که 1 میلیارد مال تهرانه. پرند رو فکر می‌کنم شهر کوچیک در نظر میگیرن، بستگی به حالات به بانک مسکن داره که چی در نظر میگیره. اینجا جدولش هست دیگه. مجردها شهرهای کوچیک 300 میلیون، شهرهای بزرگ مجردها ارزم 400 میلیون. حالا اگه زوجین باشین که تا 600 میلیون هم میتونین بگیرید. یه مقدار اوراق ازش کم میشه، 150 میلیون، بستگی داره به این تعداد اوراق رو باید حساب کنیم. ارزم به خدمت قشنگ میتونیم یه خونه اگه مثلا 300 میلیون هم بگیریم بذاریم رو اون رهنمون تا 1 میلیارد و 100 اینطورا میتونیم خونه بگیریم. خب همونطور که دیدین اگه ما پس‌انداز منظم داشته باشیم طی چند سال، حالا اینجا مثال ما 7 سال بود، شما فرض کن 10 سال، حتی با کمترین حقوق وزارت کارم اگه پس‌انداز اصولی باشه، سرمایه گذاری هم اصولی باشه، ما از طلا استفاده کنیم که کم ریسک ترین حالت باشه، یه رشد معقولی داره، اگه اینا رو به طور منظم کامل انجام بدیم و بینش خلالی نباشه، ماهی نباشه که رد کنیم یا چند ماه مثلا پس‌انداز نکنیم، سرمایه‌گذاری نکنیم، میتونیم یه خونه کوچیک جمع جور بخریم. پس خرید خونه حتی با حقوق وزارت کار هم شدنیه، گرچه خیلی از افراد
چند تا شغل دارن، درآمدهای خیلی بالاتری دارن و میتونن سریعتر و زودتر خونه مد نظرشون رو بخرن یا با پس‌اندازهای بیشتر. مثلا به جای 20% کسی که حقوقش بالاتر میتونه 30% 40% ماهانه پس‌انداز کنه، سرمایه‌گذاری کنه، خیلی سریعتر به اون پولی که میخواد برسه یا خونه‌های گرونتری رو تهیه کنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه میخواین دانش مالی و سواد مالیتون افزایش بدین و اصول صحیح سرمایه‌گذاری یاد بگیرین، حتما ما رو دنبال کنین. آدرس وبسایت ما از قلکبان.com. توی شبکه‌های اجتماعی هم اینستاگرام، آپرات و یوتیوب صفحه ما هستش قلکبان. توی پیام رسانه‌ها هم کانال داریم، توی تلگرام ایتا و بله، اونجا هم آیدی کانالمون هست قلکبان.